فرمون قطار کجاست؟ سوالی که همه میپرسن. او قطار فرمون داره؟ نه به خدا نداره. چطور پیچا رو دور میزنید؟ الان اینجا رو نگاه کنید، همه خطا داره به اون سمت میپیچن. به خدا قطار فرمون نداره. حالا داخل لوکوموتیو رو هم اگر ببینید، داریم ببینیم داخلش رو که کلا چیزی در رابطه با فرمون و یا چیزی شبیه به فرمون رو ما اینجا نداریم. هرچی هست لیور و دکمه و از اینجور چیز هست. حالا حرکت کنیم به سمت جلو و ببینیم که چه شکلی این حرکت قطار، فرمون قطار کجاست، که البته فرمونی در کار نیست و با یه همچین دستگاهی لوکوموتیو واردش میشه و اسم این دستگاه سینی دنباره. متصدی اینجا میچرخونه این سینی رو و مستقیم میاره به خطی که قراره واردش بشیم و لوکوموتیو رو سر و ته میکنیم. حالا خارج میشیم از سینی و توی این یکی ویدیو یه نمای دیگه از بالا که یه لوکوموتیو دیگه هستش و توی سینی دوباره دیگه و متصدی میچرخونه که به کدوم یک از این خطها وارد بشه، توی همون خط نگه میداره. این سمت هم لوکوموتیو های دیگر رو مشاهده میکنیم که قراره وارد سینی بشن و جهتشون تغییر پیدا کنه و بعد از این تغییر جهت به واگن های باری یا سالن های مسافری وصل میشه و تشکیل یک قطار رو میده. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید و به کل فرمون قطار مشکلش حل شده باشه.